فکر کنید ماهیگیری فقط یه تفریح ساده است، ولی نه این بار، نه این ماهی. اینجا کنار رودخونه نیاگارا ما دنبال یه صید معمولی نبودیم، ما دنبال ماهی والی بودیم. یه ماهی رودخونه‌ای خاص و کمیاب، ماهی که به خاطر گوشت خوش‌طعم، بافت محکم و کیفیت بی‌نظیرش معروفه، ولی گرفتنش کار هر کسی نیست. اون روز ساعت 6:30 صبح رسیدیم کنار آب. مهر رو آب نشسته بود و قلاب‌ها آماده بودن. بعد از چند بار پرتاب بالاخره قلابمون رو زد. این ماهی فقط با قلاب خاص و تو زمان خاص شکار میشه. ماهی رو گرفتیم و این تازه اول راه. این ماهی چون استخوان‌های درشت و گوشت نازک و محکمی داره، پاک کردنش یه دقت خاص میخواد. اول پل شکمش رو خالی کردیم و سر و دمش رو جدا کردیم. خونابه های دور ستون مهره هاش رو کامل شستیم، چون اگه بمونه طعم ماهی رو تلخ میکنه. بعد نوبت به برش نعل اسبی رسید. ماهی رو از طرف پهلوها به صورت حلقه های نسبتاً کلوف حدوداً 3 سانتیمتر برش زدیم. این برش باعث میشه ماهی وسطش آبدار بمونه و پوستش حسابی برشته بشه. از شب قبل فقط بهش نمک زدیم تا گوشتش مزه‌دار بشه، بدون اینکه طعم طبیعی ماهی ازش بره. حالا وقتشه که جادوی آشپزی با آتیش رو شروع کنیم. تابه سنگین رو گذاشتیم مستقیم روی زغال‌های داغ. روغن رو ریختیم توی تابه و فقط چند لحظه بعد صدای جلز و ولز روغن بلند شد، همون صدایی که دل آدمو میبره. آرد سفید، نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز و یک کوچولو زعفرون ساییده شده. قبل از انداختن ماهی هر برش رو توی مخلوط خشک مخصوصمون زدیم. ماهی‌ها رو آروم آروم گذاشتیم توی روغن داغ. پوست شروع کرد به قهوه‌ای شدن و رایحه ماهی سرخ شده با زعفرون، آتیش و طبیعت یکی شد. وقتی دو طرفش فرشته شد درش آوردیم و حالا وقت سرو. غذا رو با سبزی پلوی ایرانی، سیر ترشی خونگی، لیموی تازه قارچ شده و یه عالمه عشق سرو کردیم. ماهی واله‌ای که از رودخونه گرفتیم حالا وسط سفره ما بود. اگه تا اینجا همراه ما بودی یعنی واقعا عاشق ماهیگیری، طبیعت یا غذا هستی، یا شاید هم هر سه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره، چون ماجراهای بیشتری در راهه. از صید تا سفره، یه لقمه از اون ماهی با یه قاشق سبزی پلو و یه قطره آب لیمو. طعمش مثل یه خاطره موندگار از تابستون، از طبیعت، از یک روز ناب و پر از هیجان. اینجا جاییه که همه چیز واقعی، خوشمزه و پر از زندگیه.